در پس منظر بد شدن وضع افغانستان، وزارت مدافعه روسیه به قوه‌های مسلح تاجیکستان 12 ماشین معاصر زیرپوش جاسوسی و دیدبانی BRDM 2M همچنین قسم‌های احتیاطی، اسلحه، وسایل نبرد روبرو و وسایل حمایت از حمله‌های کیمیاوی و بیولوژی و رادیاسیونی توفه کرد. خدمات مطبوعات وزارت مدافعه روسیه خبر داد که مراسم تقدیم این توفه ها روز 2 سپتامبر در دوشنبه دایر شده. در آن از جانب روسیه معاون فرمانده نیروهای حافظه حربی مرکزی گنرال مایور ایوگنی سندیاکین و از جانب تاجیکستان معاون وزیر مدافعه این جمهوری گنرال مایور خسرو بابوزاده اشتراک کردند. تسنیاتکین در این مراسم گفت در پس منظر بی‌ثباتی افزاینده در نزدیکی مرز جنوبی تاجیکستان ما با تلاش‌های دستجمعانه امنیت کشورهایمان را تامین می‌کنیم. این تکنیک قابل باوری و سنجیده شده است که ظرفیت‌های حربی قوه‌های مسلح تاجیکستان را بالا می‌برد. خسرو بابوزاده به نوبت خود از روسیه برای این کمکش به تحکیم ظرفیت‌های مدافعوی تاجیکستان اظهار سپاس کرد و گفت تامین امنیت و ثبات در همکاری بسیار جانبه ما همیشه جایگاه ویژه داشته و این عرصه است که اهمیت همکاری‌های ما را با نظر داشت واقعیت‌های امروزه باز هم بیشتر می‌کند. گنرال تسنیاتکین در انجام مراسم به گنرال بابوزاده کلید رمزی منوره ماشین زیرپوش را نیز هدیه کرد. این ماشین‌های حربی از جانب روسیه در چارچوب برنامه نوسازی قوه‌های مسلح تاجیکستان توفه کرده شدند. وزارت مدافعه روسیه گفت جانب روسیه این برنامه را یک وسیله کلیدی بالا بردن امکانات جنگی اتفاقچیش در آسیای مرکزی و سهم روسیه در تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان می‌شمارد. در تاجیکستان پایگاه حربی 201 روسیه نیز مستقر شده است که با بیش از 6000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه حربی روسیه در خارج به شمار رفته. یک عامل مهم تامین امنیت و ثبات در جمهوری سابق شوروی ارزیابی می شود. روسیه اخیراً با نظرداشت تغییر وضع در افغانستان پایگاهش در تاجیکستان را با سلاح‌ها و تکنیک‌های جنگی معاصر از جمله با ماشین‌های زیرپوش BMP-2 چرخبال‌ها مسلح گرداند.